دوستان عزیز، دیروز رفتم کوه، داخل دشت و کوه گشتم. یه مقداری کنگر به زبان کردی خودمان جمع‌آوری کردم. الانم آوردم شستیم، نمک آوردیم، نمکش بکنیم و با هم بخوریم. یه تصویری ازش هم بهتان نشان میدم. در این حال هر دوش نمی‌گیره. این تصویر همون کنگر است که دیروز گرفتم، رفتم کندم آوردم، با نمک قاطی میکنی و میخوری. ویتامین آ داره، خاصیت های زیادی داره، ولی خب حالا باید بری سرچ بکنیم این چه خاصیت هایی داره. طرف های ما خیلی گرانه، کیلوی 100 تومانی الان میدنش، ولی خب خود آدم بره بگیره چیدنش کمی اذیت و سخته. و یه روز ورش باشه که بتونی 7-8 کیلویی ازش در بیاری. ولی خب بیشتر قدیمی ها خیلی دوست دارن.